سلام علیکم و رحمت الله. بله برادر گرامی، چگونه که در اینجا سوال کردید برای ازدواج میخواهید ازدواج بکنید با زنی که عقیده شیعه دارد و حتی گفتید که این زن از شیعه های اسماعیلیه ها می باشد، عقیده اسماعیلیه دارد و این زن گفته است که من با شما ازدواج میکنم اما از این عقیده هم باز نمیگردم. صحیح برادرم؟ سوال شما این گونه است. این زن گفته است که من در عقیده‌ام ثابت میمانم اما با شما ازدواج میکنم. دوست عزیزم، و هر کس این صدا و این جواب را میشنود نباید فراموش کرد که شیعه ها به چند فرقه تقسیم میشوند، چند فرقه و جماعت هستند. تقریبا والله اعلم 23 فرقه که بیشتر هستند و بدترین فرقه شیعه ها، بلکه خبیثترین و کافرترین فرقه شیعه ها همان رافضی ها می باشند. کسانی که رفض کردن یعنی روی گردانیدن از صحابگان، بلکه تکفیر شمردن صحابگان را رضوان الله علیهم اجمعین، صحابگان را کافر گفتن. از الله سبحانه و تعالی از جمیع صحابگان راضی باد و لعنت الله سبحانه و تعالی بر تک تک اینها باد. فهمید دوستان؟ اینها تکفیر میکنند صحابگان را، کافر میشمارند، تفسیق میکنند صحابگان را، ولی اعوذ بالله سخن ناسزا میگویند در حق در شأن عایشه رضی الله عنها همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینها از بدترین فرقه و کافرترین فرقه شیعه ها می باشند. اسماعیلیه ها، خصوصا اسماعیلیه ها، باطنی ها و همچنین نوسیریه ها، اینها بدترین و خبیثترین و کافرترین شیعه ها می باشند. فهمید دوستان؟ و از این خاطر با اینها ازدواج کردن جایز نیست. اعتقادات کفری دارن، اعتقادات شرکی دارن. اهل بیت را، علی رضی الله عنه را اله اختیار کردن. خدا میگویند در نزد قبرها سجده میکنند، برای آنها تمام انواع عبادت را صرف میکنند، ذبح کردن، نظر کردن، طلب مدد کردن، استغاثه کردن، تمام عقاید کفری و شرکی و زندقه دارند. فما برادران، خصوصا این اسماعیلیه ها اصحاب خمینی خبیث، اینها کافر هستند. فما برادر گرامی، اسماعیلیه ها، نصیریه ها، اینها بدترین و خبیثترین فرقه جماعت یعنی که چه فرقه شیعه ها می باشند و اهل علم کفر و شرک و زندقه اینها را بیان کردند که جایز نیست، اینها مشرک هستند و اینها ازدواج کردن جایز نیست. برادرم، اگر میخواهد این زن میخواهد با شما ازدواج بکند، از عقیدهش بگردد، از این عقیده کفری و شرکی و زندقیش بگردد، به سوی توحید، به سوی سنت، به سوی اسلام صحیح باز بگردد، ان شاء الله در این حالت میتونه که با این ازدواج بکنه. و الا در غیر این با این زن ازدواج کردن حرام است، جایز نیست. برادرم، دنیا و آخرت خودت را نسوزان. این از جواب اختصارا و بالله توفیق.